هستم. امروز راجع به ایبوگین میخوایم صحبت کنیم. ایبوگین در واقع پوست درخت و ریشه گیاه آفریقایی به نام آفریکن بوکانجا است. این گیاه در سال 1962 مشخص شد که اثرات برای درمان اعتیاد انواع مواد مخدر مثل تریاک، شیره، متادون، حتی متامفتامین، الکل و کوکائین دارد. پوست این درخت را میگیرند و از کپسول‌های را درست میکنند و شما زمان ترک مواد مخدری مثل متادون یا هروئین، شما زمانی که ماده مخدر را قطع کردید، دردتون که شروع شد روزی 100 میلی گرم به مدت 10 روز استفاده میکنید. البته یک دوز هم اول حدود بستگی به وزن بین 20 تا 30 میلی پر کیلوگرم داده میشه. این دارو رو وقتی کسی استفاده میکند دیگر علائم ترک ندارد و برای همیشه اون ماده مخدر را ترک